تقلید غزال عنایت از مدل‌های عرب و رشخند شدن غزال عنایت در دبی. اما چی طور؟ لباس‌های جنجالی و پر از سر صدای غزال عنایت در تازه‌ترین تصاویری که از خودش در صفحات مجازی نشر کرده است. غزال در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند خوش صدای افغان یکی از چهره‌های مشهور رسانه‌ای کشور بوده است. غزال عنایت از ولایت لغمان می باشد و در یک خانواده با علم و دانش در کابل دیده به جهان گشود. هرچند خانواده غزال عنایت بزرگ شده لغمان، ولی از جمله موفق‌ترین ژورنالیستان تلویزیونی ملی بودند. غزال عنایت برنامه‌های مختلف تلویزیونی برای دوستداران و طرفدارانش بعد از مشهور شدنش اجرا می‌کرد و این نه تنها آواز می‌خواند بلکه مجری هم در برنامه‌های مشهور در رسانه‌های افغانستان اجرای وظیفه می‌کرد. غزال عنایت با خانواده‌اش در کشور کانادا زندگی می‌کند و بعد از رفتنش به کشور کانادا از شوهرش رجارایش جدا شد. ولی این روزها تصاویر تازه غزال عنایت در صفحات مجازی نشر شده است که وی از مدلان عربی تقلید کرده است و لباس‌های کاملاً برهنه بر تن کرده است که اصلاً به یک دختر افغان نمی‌زیبد. غزال بارها به کشور ترکیه سفر می‌کند و در آنجا به کارهای هنری‌اش ادامه می‌دهد، ولی معلوم نیست غزال عنایت توسط چه افرادی در کشور دبی حمایت می‌شود. ولی همسر غزال عنایت که اکنون در کشور استرالیا است بارها از خیانت غزال عنایت ابراز نظر کرده است، ولی هر کس خودش می‌داند انتخاب زندگیش و طور زندگیش. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.